روزی 21 آگوست بیشتر از 12 میلیون ساکن و مهمانان در ساحل‌های غربی و شرقی آمریکا گرفت کامل آفتاب را با عینک‌های مخصوص و دوربین‌ها مشاهده کردند. کشور چند هفته منتظر بود که کی ماه روی آفتاب را به استثنای کناره‌هایش کاملا می‌پوشاند. آمریکا 2 دقیقه در تاریکی ماند و حادثه را پیش از همه ساکنان ایالت اورگون دیدند. سیلست ریوارد یکی از آنها میگوید: وقتی تاریک شد ما همه فریاد کشیدیم. فوق‌العاده بود. خرسندم که این را دیدم. مردم گرفت آفتاب را از هر جای مشاهده کردند. در نزد مجسمه آزادی تا در داخل هواپیما که جای خوب برای دیدن است. الن شنایدر باری اول نیست که این رویداد کیهانی را می‌بیند. باری پنجم است که این حادثه را می‌بینم. از هواپیما تأثیرات کاملا دیگر و بسیار حیرت انگیز است. ما خرسندیم که این امکان را داریم. گرفت آفتاب را از مدار زمین هم مشاهده کردند. ویدیو و عکس‌های جالب را آژانس کیهانشناسی آمریکا نشر کرد. خط حرکت ایستگاه بین‌المللی کیهانی از جای بود که سایه‌نمای آن در روی آفتاب دیده می‌شد. همراه با مردم آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ، همسرش ملانی و پسرش برون هم از کاخ سفید گرفت آفتاب را تماشا کردند. چون این صحنه شگفت‌آور را مردم آمریکا از سال 1918 یا تقریباً 100 سال باز ندیده بود.